مروف ناسی یا آنتروپولوژی یا انسان شناسی علا پی بوشی من نام سامان هیدری گورانا هما زانکوی کلن لآلمانا لفاکولتی پیش از تاریخ یا پیش مجو هم و موضوعی که توام امروز قصه بگم در واقع این برنامه ایمه که 3 قسمت ها و 3 بش تقسیم میکنم. بش اول لباوت منشه انسان یا سرچاوی مروف قصه کم لآفریقا امروز هفته تر بش دویمی در مورد مروف اورازیا کلن بحث آنتروپولوژی اورازیا هم بعد بش سیومیش در مورد مروف ورج شارستانی ورج تمدن در واقع قصه کنم. خب امروز خب پراجواتم در سرچاوی مروف یا منشه انسان قصه کنم. ایما اطلاع دیری من که کرک لبان زنیکی ما پیشن که در واقع زوی بیش از تقریبا 8 میلیارد باشین 8 میلیارد انسان لبان زنی کده لناو قاره مختلف افریقا و آسیا و اروپا و اقیانوسیا و آمریکای شمالی و جنوبی و بعد جزیره فرگیش نامی هست. تقریبا ایما 8 میلیارد انسان نای زنیکی منتها اطلاع دیری من که ای آیمیلا لبان کره زنی کن جور یک نیان حداقل نظر ظاهر ولی که فرق دارن. ایما سیاپوس دیری من لافریقا یا لهند یا بخش یک لاسترالیا تا برسیده انسانی کاملا سفید پوست مثلا لاسکاندیناوی و شمال اروپا. بعد آیمیل دیری من که مثلا لنظر چو یعنی ولی که فرق غلیاروتنی چشم بادومیل دیری من که شرق آسیا تا برسیده اسکیمویل که لمنطقه اسکیمو شمال در واقع کانادا زندگی کن یا شمال سیبری زندگی کن. پیگمیل دیدیم در حال حاضر هانا افریقا که تقریبا متوسط قدیان تقریبا 1.55 تا 1.60 سانتا. در این حال ایمل اتیوپی مردمان دیدیم که متوسط قدیان 1.90 2 متر. خب در واقع ایما دیریم وی نتیجه رسیمن که مروف یا آیمی که در حال حاضر لبان کره زوی زنی کدن که 8 میلیارد جمعیت دیدن بسیار متنوع، ولی مطالعات انسان شناسی مطالعات مختلف زیست شناسی نشان ده تمامی آیمی لکان لبان کره زوی گشتیان لیک جد مشترک هاتنس و درسته که یانا ظاهریان فرق کردن ولی یانا توانن ولی که زاد ولد بکن توانن ساو منال بن. یک افریقایی ولی ژاپنی کاملا توانی ازدواج کردن و توانیدن ساو منال بودن. یک اسکاندیناویایی و گرد یک استرالیایی و هوی شکل یعنی در واقع ایما فقط ظاهر من فرق کردن در از کشت من انسانی من و ناو انسان هوشمند یا انسان زانا یا انسان دانا حالا بتوی میشه. ولی این موضوع که تنوع انسانی لمان کره زوی هست یه پرسیاری که شاید لزمان افلاطون و ارسطو بیا لو زمان مطرح کریاست که در واقع پرسیار مطرح بی که چه دلیلی دارن که ایمه ایقر آیمی لجور واجه لبان کره زوی دیری من زوانی لجور واجه دیری من قیافه لجور واجه دیری من حداقل 2500 ساله این پرسیاره به ناو ذهن بشر شکل کرده حتی ورجویشه. ولی خب مدارکی که دیری من 2000 سال ورجه هست 2500 سال ورجه هست. یک قرائتی که هست قرائت اوبیشن کلاسیک یا قرائت سنتی که فرکار آسان رو کرده در این رابطه که ویش قرائت مذهبی یا دینی اوبیشن که یا مطرح کردن که خوا بنی آیم درست کرد و خلاص و تمام ای آیمی که بان کره زوی گشتیان توسط خوا درست بیا و یه قرائت مذهبیه منتها کما ل 500 600 سال ورجه یا کما
کسی که هاتن یک قرائت یا یک نگاه متفاوتی درست کردن وقتی که در واقع قرائت علمی رو پیوشن یا با انگلیسی بشن scientific approach. این قرائت علمیه هات یک آلترناتیو یا یک جایگزین بو ای موضوع مذهبی مطرح کرد که سردمدار ای شخص ای در واقع قرائت کسی و نو داروین. تقریبا 160 سال پیش 165 سال پیش این شخص که یک انگلیسی بی هاتو حالا داستان فرفره طولانیه ولی بالاخره یک توری جمعآوری کرد و بعدش یه مطالعات زیستشناسی داشت و کم کم دستا جهانگردی. البته ورجهیش افرادی بینه که این بحثی مطرح کردن ولی در واقع کسی که پیش جمع جور کرد و قوانین و یعنی دامرزان آقای چارلز داروین بی یه چیه دنیاگردین و وسیله کشتی. بعد یکی از معروف ترین مطالعاتی که داشته و پیوشن فنج داروین، حالا یک ملگا یه پرنده بچگیگا حالا و کلیش احتمالاً پیوشن فنج انگلیسیش فنجا لی جزایری که از پیوشن گالاپاگوس حالا شرق کشور آرژانتین چود او را دونیدن که فرا عجیبه 10-15 گلا جزیره حالو را که نقشه گلو خواره من دونید نظرم این موسمنا دیاره وقت گردمه بله دکتر گم موسەکەتان آره یه جزایری که بله یه مجموعه جزایر گالاپاگوسا که ایشان چیه او را و این پرنده یا این ملو اسم فنج لقبل و ناسیا. بعد مطرح کرد که عجیبه من چه مناو هر جزیره دونم که این فنجه و او فنجه که ناو یه جزیره ترا فرقی هست دنیوکیان فرق کردن کمیک برگیان دنیوکیان دریشتره برگیان دنیوکیان کلوفتره نازکتره خلاصه جوروا جورا حالا جا رنگ پریان و به صلاح ظاهریان دنیوکیان فرقی بی بعد هات وقت که این فنجه گشتیان مرد و یه خانواده پرنده در گشتیان مربوط به یه خانواده یه جد مشترک دارن چه دلیلی داره که یعنی دنیوکیان ولی که فرق کده. بعد متوجه بی حالا یه چند ماه نوع جزیره بی متوجه بی که جالبه هر ملک لناو هر جزیره یک جور خوراک داره برگیان بیشتر یعنی فنجیله بیشتر وجاله خوان پخشه وجاله خوان یا لناو ای گلیله شهد گلیله استفاده کرد لهر جی که به اصطلاح ای پرنده ایلا ای فنجیلا هر نوع غذای دیرن بر اساس او غذا ای دنوکیانا فرق کردن. بعد یا کما کمال جیل تریش تماشا کرد دی که بله ایمه جوچتی که دیریمن و محیط زیست پیرامون یا محیط زیست لبان مورفولوژی یا ریختشناسی اندام موجوده زنده تاثیر دیدن که یه قانونی درست کرد وقت که adaptation law یا قانون سازگاری بر در طبیعت. حالا متاسفانه من سورانی سازگاری نظرم چست ولی احتمالاً بزنین منظورم ادپتیشن یا سازگاری. این قانون مطرح کرد و وقت که بله ایما هست. بعد از او هات سالها بعد هات و کتاب اصلی خوی که The Origin of Species نویسا مطرح کرد علاوه بر سازگاری یک پدیده تریش هست و اسم پدیده انتخاب طبیعی. ایشان مطرح کرد که هر موجود زنده که توانایی بهتری داشت توی ارا خاطری بتونی نو طبیعت زنده کردن در واقع بتوانیدن غذای بیشتری و دست باردن یا یکی لدست حیوانی تر بتونه فرار بکیدن یا میندن و اوگان که یک مقدار مشکل دارن به حال لنظر فیزیکی اندامیان سازگار نیا یعنی محکوم و مرگن. مثلا الان این عکس دونی من عکس فرستاده که دوگل زرافت دونی من یه زرافت که ملی برستره و راهی تونیدن لأو به اصطلاح
برگ دارگه بخویدن ولی این زرافه که ملی کلترا ناتونی بخویدن و طبیعتا زرافه بچکترگه محکوم و مر و زرافه ایلی که ملی اندریشترا یانا تونستنا نسلان ادامه بین یه بویشن انتخاب طبیعی بس داروین دو موضوع مطرح کرد که فرا مهمه و در واقع مهمترین قوانین بشری و انسانی یا لبان کره زمین الان در حال حاضر هست یکی انطباق طبیعی یکی یه انتخاب طبیعی به هر حال من ارا خاطر قصه ما و معروف ناسیم یا انسان شناسی میتونم مطرح بکنم لازم بی که ای مقدمه بشه خب یک عکسی که نشان دیدن که یک خانواده اروپایی و آسیای جنوب شرقی نشان دیده ژنگا احتمالاً یا چینیه یا تایلندیه یا تایوانی بالاخره جنوب شرق آسیا است پیاگه شمال اروپا است اسکاندیناویایی و دونی من که یانا ازدواج کردن نمیرسه سوا چنگ لمنال بعد ارخاست مشاب کیمن لناو چیره بخصوص او منال بشکه که باش پیاگوت مشاب کیمن دونی من چنگ شباهت عجیبه و باغ و دالگی هر دیگه دیده یه گانیش هوی شکنه در واقع صفاتی که باغ و دالگ یعنی و ارث بند و این صفات در ظاهر انسان یا هر حیوان تر دیاره و ایما و بوضوح نوعی تصویر این صفات تونی من بینیم یه تراقی یک مثال بی در موردی که چجوری مثل صفات لجداد خودمون و ارث بیمن خب تمامی داستانیل انسان و حیوان و تکامل و تغییر و یعنی ویشم گشتی ها جرسره ای نموداره که نشان یکم نموداره سخته ولی سعی کم که توضیح ردن بیام کره زوی لیر ایمه دونی من کره زوی هست یه دوگل چتش درم که هیچ کره زوی که ایمه دونی من یک رفتار فرعجیبی لخوی نشان دیدن در واقع کره زوی یک حل پرککه و کردی خمان بشیمن مدام در حال رقصه لناو چندین میلیون سال پیش بلکه میلیارد سال پیش یا و خاطر تغییرات مغناطیسی که در کره زمین هست و خیلی خیلی بحث پیچیده فیزیکیه کره زمین مدام در حال حل پرکه کردن تقریبا چند درجه محور عمودی مدام عوض بودن که فرا یواشیش انجام بودن که ایما اصلا متوجه نایمن در واقع و حد آرام آرامی اتفاق کفیده متوجه نایمن ولی به هر حال یه مدام رقصیدن این رقص کره باعث بودن که مدام کره سرد بود گرم بودن سرد بود گرم بودن در حال حاضر نزدیک 10,000 سال ایما های منو دوره گرم و پیوشن هولوسن یه سه 10,000 سال اخیر شروع بیه گرم بی الان ایما ناوی 10,000 ساله دوره گرم شروع بیه متوجه میشه که هم مدام گرمتر و گرمتر بود اما 30 یا 40,000 سال ورجه بسیار بسیار هوا سرد بیا در حدی که بین 15 تا 20 درجه سانتیگراد لامروزه و صورت متوسط هوا سردتر بیا یعنی فرض بر این بگیریم که الان تاوسان ایران فرض بر این که بوده 40 درجه هیچ وقت ل 25 درجه بیشتر رو نویا زمستانگانی که 15 درجه زیر صفر بیا بسیار سرد الان این خط کول خواردنی من هیجا یه نشان دهنده گرما و سرماست گرما و سرما تا 800,000 سال ورزیه بعد باینگیش دونی من که 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 سال چیز ورزیه اینا دونن مدام این اتفاق کفید و تقریبا هر 50,000 سال یا هر 100,000 سال اینا دونی من وارد یه دوره گرم بیمن وارد یه دوره سرد وارد یه دوره گرم بیمن وارد یه دوره سرد کلا هر جواتم دوره گرما معلوم نیست چند سال طول کشید امکان داره 10,000 سال طول کشه امکان داره 5,000 سال طول بکشه معلوم نیست بسیار خوب بس تمام این داستانی که ما دیریم و درگیری که دیریم و یا تکامل و تطور و هر چی رو میشمن هاجر سر این هوا در واقع دما و هوا تغییرات اون باعث بودن که اتفاقات بیفته خب ایسا ارام مثال رو بدن بشم که چنگ تاثیر ناسبان کره زمین مثلا الان میدونیم من که یه نقشه کره زمین او که سوزا تمام وشکی نشان دیدن اوی که بنفشه تمام آو نشان دیدن اوانه که قرمزن جیلیگن که تحت تاثیر
اقلیم در واقع یا او هوا تاثیر قرار داره. یعنی زمانی که هوا سرد بودن مثلا 30,000 40,000 سال ورجیا او جیلی که قرمزا کلن وشکی بیست ولی الان هاجر او چون که دوره گرم در واقع ایما یکی له تاثیراتی که مثلا متوجه بشیم لبان کره زوی زمانی که هوا سرد بودن میزان وشکی کره زوی زیاد کرده زمانی که هوا گرم بودن زوی بوچکا بودن در واقع خشکیلی بعد حالا حساب بکن که مثلا اروپا لیرت مشاب کیمن دونیمن که چنه گوره بیه زمانی که دوره سرد حالا امکان داره بپرسین ارا چه وقت سرد بودن آویل کما بن و گرم بود آویل فرا بودن دلیل یسه که یخچالی که هنه کره شمال در واقع نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی او بخش آویل در واقع چون که سرده تبدیل کنه یخ و سطح آب دریایی شده خوار و زمانی که نیمکره شمالی و جنوبی گرما بودن این یخیلی که حجم فرفر است میلیاردها میلیارد مکعب یخه آب بودن و سطح آویل کره زوی شده بان در اینجا بخشی وشکیل زوی شده جر آب بعد حالا حساب بکن که فرض که انگلیس الان زنیم یه جزیره گه اروپایش اروپای جیا ولی زمانی که هوا سرد بیه انگلیس چسبیه سخی اروپا یعنی تونسیه و پیاده بچیده انگلیس همچنین خلیج فارسش ناوی است اصلا جیگو اسم خلیج فارس نیاشینا و راتی او زمان دوره سرده تونسی و ناورات خلیج فارس مثلا بچه ناو ایران یا بچه عربستان خلاصه یه مثالی لیکته یا مثلا جنوب شرق آسیا جوری من که بین اندونزی و استرالیا و راتی انسان تونستیا حرکت بکردن بس در واقع یکی از تاثیرات اقلیم رادن بتم خب یک موضوع تریش مطرح بکنم یه من جاره 20 دقیقه قصه کردم و هستی حواس من ساعته میشه بودن ایرا ایمه دونی من که کره زوی بر اساس 8 شرایط آب و هوایی و 7-8 منطقه جغرافیایی تقسیم کری است منطقه بوشن پال آرکتیک یا منطقه یخزده شمالی که اروپا و سیبری و یعنی شامل بود حتی بخش ایرانیش به اصطلاح غرب ایرانی شامل بودن یا منطقه که زمستانیل سرد دیدن تاوسانیل شالا بستگی و جی دیدن گرم بودن ولی نفره منطقه سهار و عربیان پیوشن که سوزگس منطقه بسیار خشک شمال آفریقا و عربستان و شرق ایران شامل بودن هیجو کما کما تغییرات ایمد بودیم من بان کره زوی بعدش افروتروپیکالش دیدیم من که بش گورگ لآفریقا افروتروپیکالا که شرایط آب و هوایی را توضیح دم و خیلی مهمه ایسا من چون در مورد انسان تو هم حساب کنم در مورد مروف لکورا آتیم سرچشمه لکورا مجبور بیم که این نقشه نشان بیم خب ایسا بچیم سر اصل مطلب در مورد منشه انسان تقریبا ل2 سال ورجه و دانشمندان مختلف شروع کردن گردیان بان کره زوی ایلا اولا کما کما رسین جیگ و پیوشن شرق آفریقا این شرق آفریقا گیچ دیگه سریه در واقع منشه انسان تمام آیمیل بان کره زوی لیره وجود هستن حالا چه دلیلی دیدن؟ دلیلش یسته که گیچ تک جور بیه لورا در واقع بتایم بشیمن بهشت روی کره زوی حال لورا دلیلش یسته که اولا میزان بارندگی همیشه مناسبه ایمه عملا زمستان نیری من لورا همیشه در واقع بود بشی شرایط حاریه یعنی شرایط بارندگی خاصی هست میزان پوشیدگی بسیار مناسبه و در این حال ایمه یک اصطلاحی هست و فارسی بشه ناهمواری توپوگرافی لورا وجوده حالا یکم فکر بکنم چون مثلا با کردی بیشم معنی چه دیدن ولی به هر حال توپوگرافی احتمالاً گشته که زن یعنی چه توپوگرافی بسیار مناسب دیدن پوشش گیاهی فرا خاص دیدن گیاه خاصه و حیوانی فرا لورا زندگی کردن و ایرو بوشین ریفت ولی یه دراویگا که مدام در حال وازبینه در اثر زمین لرزه و تغییرات زمین و به صلاح تکتونیک یه واضح کما کما دانشمندی شروع کردن گردیان و تونستن یک اسکلتیلک زقانیل انسانی پیا بکن
که و نظر فرا قدیمی تده لیره پیدا کرد. الان ناوی نقشه شما ثبت شود دونی من تمام این نقاط کوه که دونی من یعنی جیلینی که اولین زغانه بشری پیدا کردی از ناوی منطقه و خب ایره من هرو توضیح دام ریفت به زبان انگلیسی یعنی جی که در حال جوابینه. الان ایمه سمت راست ماشم که من در امتداد این نقاط کوه دونی من بر جیلی دریاچه است، مثلا دریاچه ترکانا، بعد بر جیلیگیشه همراه دراوا کم ارزیگا یا گرافیک لیره دونی من متوجه بین که آقا چجوری اتفاقی لکفیدن و ریف ولی چجوری شکل گیردن و چجوری بشر لیره وجود هست. در واقع این شرایط زمین شناسی باعث بیه که این حوادث اقلیمی پیش بیادن و در این حال پوشش گیاهی و جانوری ایجاد بدونن بالاخره انسانش رو شکل بیده. یک نمای او ریفت ولیه هر جا که دونی من آو فراوانا پوشش گیاهی خاصه توپوگرافی در واقع یه تصویر مناسبه گله. بسیار خوب. این نقشه نشان دیدن که اولین در واقع نژادی انسانی جد انسانی هلو منطقه کوتم ل ریف ولی بیا و کم چجوری نو دنیا پخش بین. حالا من دوباره تیم با این نقشه ولی این گراف بود بوشی شجره انسانی یا شجره انسان ریختی یا مروف نشان دیدن لا تقریبا 5 میلیون سال پیش. البته یه گراف یا نقشه فر آسان که ساده است متوجه کمی پیچیده رو اسلاید بعدی نشان دیدم که چجوری نشان ده که گونه‌ای زیرگونه‌ای مختلف انسانی لبان کره زمین زندگی کردن. یک دونی من لیره یا آخرین گونه انسانیه که گفتن هومو سیپینز یا انسان هوشمند یا انسان زانا که خمانی من لیره قرار گرفت و تمام یانه لبه چینه. البته این شاخه که اسم شامپانزه است همراه من است. حالا نو گراف بعدی رو بدن نشان میدم. خب تقریبا لحدود 6 میلیون سال پیش و ورجوا دی فرقما اطلاعاتی من فرفر ناقصه اطلاعات فریک در اختیار من نیه ولی ورونو بای من 5 4 3 2 1 میلیون تا برسه امروز ایمه هر یواش یواش کما اطلاعات من بیشتر و بیشتر بوده. ظاهرا در حدود 7 میلیون سال پیش اجداد مشترک انسان لشامپانزه جوابیا یعنی این زمان 7 میلیون سال پیش شامپانزه و اجداد مشترک انسان در واقع یک نوع در واقع هومونین و پیانوشن یعنی بینست دو قسمت و قسمت شامپانزیل و بونوبونیل هاتنه سرو ای سمتا قسمت انسان ریختیل که تبدیل بین انسانی لخمانی جوابین است. بس حدودش بین 7 تا 6 میلیون سال پیش ای اتفاق افتاد. بعد ورجویشه حدود 10 میلیون سال پیش اجداد گوریلیل جواب میده. بس در واقع ایما لیک سرمنشه لیک سرچاوی هیمن که بپیمشن هومونیدا یا هومونینز که شامل به اصطلاح اجداد انسانی گوریلیل و شامپانزیل و بونوبونیل بود. الان در حال حاضر شامپانزه و بونوبونه در حال حاضر لبان آفریقا زندگی کن ولی مابقی بونوبونه در واقع هومونینه لبین چینه تا برسه انسان امروزی و این مطالعاتی که بر اساس اسکلتیل و بر اساس رفتار و بر اساس بسیاری شواهد و دستاته که من الان توضیح را دادم. خب نظرم این تصویر سمت راست دونین که اسکلت انسانی و بعد آلو رو یا نه دیاره بسیار خوب. در واقع حالا یک کمی به نوای داستان را دادم ولی لحدود بین 3 میلیون تا 2 میلیون سال پیش یک اتفاق بسیار بسیار مهم کفیدن بسیار مهم و ناگفته نمیدن که تمامی داستان ویشم بر اساس او به نوایی که داروین مطرح کرده شکل گرفته است. یعنی در واقع داروین او مسئله سازگاری انطباق و انتخاب مطرح نکردو ایمن نتوانست ایمن ای بحثی اعلان بکیمن. الان رأیم روشنو بیا که چجوری او دینامیسم یا او به اصطلاح
کار کرده یا به هر حال او چراغی که داروین رای من روشن کردیا چجوری ایما چنی من تمامی داستانی لا روشن بکن و او اتفاق بسیار مهمیه که وطن پیشاتیا در واقع کشف آگر بیا. یعنی آگر همیشه وجود داشته ولی انسان حدود 2.5 میلیون سال پیش پی برد که یه چشت خاصه و در واقع ورجوا انسان ریختیل یا ایمیر کلن گوشت خام خوردن. خب زانین که گوشت خام خوردن چنگ سخته، یعنی معده انسان یا او انسان ریختیل مجبوری بیه که ساعتها تلاش بکردن که گوشت خام هضم بکردن. اما تصور بکن که آگر زمانی که کشف کرد و توانست گوشت لبان آگر بکرندن یا در واقع هر وادی بکرندن، باعث بی که میزان انرژی که انسان صرف هضم غذا بکردن بسیار بسیار باید خورده زنی راه تا بی در واقع تا می بشم زمانی که متوجه بی که آگر چشت خاصی خود طبیعتا آگریش کمکی لیتر داشته مثلا توانستی ها حیوانی که اپیان حمله کردن قبلا دی حمله نکردن چون لحیوانی آگر زاوری انچیا و بعد خواری نگاه نشان دیدن که حجم مغز نشان دیدن. این الان اختلاف بین الان در حال حاضر انسان امروزی حجم مغز 1000 و تقریبا 400 cc و گوره ترین حجم مغز تمام موجوده کرمان کره زمین داره. یعنی الان مثلا فرض که فیل که چندین برابر انسان گوره تره حجم مغز لیمه بچکتره. بس بزن ایمه به نسبت جسه که دیریم و نسبت گیانی که دیریم مغز بسیار بسیار گوره دیریم در واقع بود بشه 1/6 1/7 حجم بدن ایمه مغز تشکیل بیاد و یا نشان دیدن که در نتیجه ای آگر بیا. حالا امکان داری ببینید که چه ربطی بین حجم مغز و آگر هست. الان این گراف خواهی نگاه او لاین در واقع ستون قرمز نشان ده که به یک باره تغییر لحجم مغزی از نوع هومونین ها یا انسان ریختیل اولیه با انسانی بعد از 2.5 میلیون سال جوری من که حجم مغز به شدت گروه بیا. خب ربطی یسته که زمانی که انسان برای آسان و بی غذا خوردن و او در واقع انرژی یا کالوری که لازم بی خیلی سریعتر و بدن رسی لبان مغز بیشتر کار کرد و مغز یه بیشتر دریافت کرد و رشد مغز زیاد و زیادتر بی. البته عوامل تریش تاثیر داشت. مثلا زمانی که ابزار سنگیش در واقع کوچکیلی که شروع کرده درست کردن اوش کمک کرده رشد مغز ولی آگر در اصل نقش اولیه داره. بسیار ایسا من بتونم صحبت بکنم در مورد یک موضوعی که خیلی مهمه یسه که جریان انسان و انسان ریخت به نسبت کره زمین بسیار ناچیزه. الان نوعی گراف سمت چپ دونی من که اگر بشیم 2.5 میلیارد سال پیش و اولین کوچکیل درست بینه البته قدمت کره زمین 4 و 6 میلیارد سال پیش ولی در تقریبا 2.5 میلیارد سال پیش احتمالاً ایما بیمثل ساو آو لبان کره زمین بعد ل 500 میلیون سال پیش و اولین موجوده دریایی شکل گرن تا برسیده امروزه و چیزی که ما بحث در مورد کردیم در مورد انسان یه حالی بانا تقریبا بود بشید 2 میلیون 3 میلیون سال پیش بس یک زمان بسیار بسیار طولانی ورجه این هست. بس این آخر این هست این داستان مربوط به دوره آخر است و کلی اتفاقی لا آخر رفته منتها این 2 میلیون سال آخر خیلی خیلی اتفاقی پیش سری رخ داد. یعنی
با شکلگیری اولین ابزاریل، یعنی انسانین اولین کوچکیل دست و شروع کردن ابزارسازی تا به رسیدن او 2 میلیون سال پیش صورت گرفت و یه سرعت فرفره ها. حالا البته من شعرم که بین نچینا. چرا رفاقتم دیاره. بسیار عالی. خب یک موضوع کوچک در مورد یه بشم که باستانشناسی چجوری کار کن و چجوری وی اطلاعاتی لرسینا. هر جواتم لافریقا یعنی شروع کردن گردین و متوجه بین که قدیمی ترین شواهد و دادیل انسانی حال شرق آفریقا ل کشوری کلام پیش من کنیا، تانزانیا، سودان جنوبی و آفریقای جنوبیش هرچی همچنین هست تا برسیده شاخ آفریقا و اتیوپی لیره در واقع بیشترین دادیل و اینا دیریم. خب یانا مطالعات زمین شناسی باستان شناسی لی منطقه نشان داد که کلن او خاکیله که نشته بینه از لی منطقه چند لایه است که لیر ناوی گرافی مدونیم نه که در واقع و پیوشن بد به زبان انگلیسی، بد یک، بد دو، بد سه، بد چهار، پنج هیجا یا بستر، حالا و فارسی بوده بستر یا بد کی بدیلا هر کامگیان لناویان یک گروهی انسانی مختلف زندگی کردن. بعد لروشیل سنسنجی فرا پیشرفته فیزیکی یعنی موفق بینه که سن ایانا و دست برن در واقع کاملا مبتنی بر یک کار علمی و متوجه بینه که هر بده که چنه خوارتر اسکلتیل انسانی قدیمی تری پیا بودن بس در واقع یه حالت مطبق و بانی که دیره تا برسه بان در واقع یک روشیه که انسان شناسی استفاده کنه را ایداد. خب راست ایما او قرار شانس نیری من که مدام اسکلت انسانی پیابیم. اسکلت انسانی فرا سخت پیابن چون که لبینچه در اصل یعنی خودن زمین که جنس زغان هست. زغان بعد از مدت یک لناو خاک میدن 99% لبن شدن در اثر فرسایش و در اثر گرما و سرما و آویانه لبن شدن. فقط بعض وقتی در بر لجیل حالا بستگی به یه سری شرایط دادن زغانیل چنین بمینیدن. حالا من مثلا خواهم فرش شانس آوردم سال 2017 یک لدیان انسان ناندرتال کرماشان پیا کردم که واقعا خیلی شانس آوردی من که او دیوانه منویه تقریبا نزدیک 68,000 سال عمر دارن. حالا بعدا من در مورد قصه کنم در واقع جلسه بعد. اما یه شانس تر آوردیم است یه که ابزاری سنگ یا کشکیلی که انسانی درست کردن و عنوان ابزار و عنوان آلات در واقع برش و شکار یا نه یه مینیده کوچک سر ناتیدن مینیده و فورش مینن و بعد دانشمندی متوجه بینه که هر گروه انسانی که حادثه وان روی کره زوی یا نه یه جور ابزار درست کردن. بعد حتما کلن ای ابزایل و 5 دسته تقسیم کردن. پیان میشن مود 1 2 3 4 5 که لیره دونیم نه مود 1 2 3 4 5 و هرچی لمود 1 و مود 5 بایمن انازه ای ابزایل سنگه بوچک و بوچکتر را بوده. یه مسئله فرم مهمه. بعد هر مدک ویژگی خوی دیده فرم خوی دیده. مثلا مود شماره 1 بیوشن قلوه ابزاریل اولدوایی یعنی اسمیل این کرایان انتخاب کردن. ای مود شماره 2 بیوشن ابزاریل آشولی. اشتباه نبودن آشورین یا آشور یک تمدن بین النهرین نگاه یا آشولا لی که لفرانسه شل کرده است. بعد مود 3 اوکیانویشن ابزارهیل مستری یا لوالوا که یعنی شی کلمه فرانسویه چون الاول دفعه فرانسه پیا بیا نانسی که مود 4 اوکیانویشن ابزارهیل اوریناسی یا ابزارهیل مبتنی بر تیغه.
بعد مود پنجیش که ابزاری رو بشن ریستیقه یا هلالی یا ژئومتریک یا هندسی بنوشن که مربوط به تقریبا 22,000 سال ورزیه تا 8,000 سال لیش لسمت راست من زمانی که ابزاری درست کردن هاورد مس مود 1 و 2 ل3 میلیون سال پیش تا 250,000 سال پیش درست بیا مود 2 که اوپیوتی من موسری ل 250,000 سال تا 40,000 سال پیش درست بیا هر جا مود 4 40,000 تا 22 و مود 5 ل 22 تا نزدیک 8,000 سال پیش درست بیا منتها یا معروف یک قانون 100% نیه ایما دونی من که هر از چندگاه برگ لگروهیل روی هاورنس ابزایل قدیمی یا جدیدتر ولی خب صورت کلی ای قانون حاکمه منتها بر جیل چه دونیم کمی بانو خوارده بعد انسان ریختی که این مدل یا این ابزایل درست کردن هومو ارکتوسیل مد شماره 1 حالا هومو هابیلیسیل و ارکتوسیل شماره 1 و 2 درست کردن بعد انسانیل ناندرتال هوموساپینزیل آرکایک مد شماره 3 درست کردن 4 انسانیل هوموساپینز انسان هوشمند درست کرده و 5 همچنین انسان هوشمند امروزی درست کرده به حال بر اساسی کوچکیلی که مدونی من البته امکان داره کسی که اطلاع نیاشون باستان شناس نمون ای نقشه که مهان ناوراست نامه است یا ای گرافا یه در واقع طراحی ابزار سنگی خود ابزار سنگی که نیه طراحیه نقاشیه کارا خاطری که هم بتونی بهتر بفهمیده ورنه یه فقط یک نقاشیه حالا شاید مواتر من ابزار سنگی داشتیم بسیار خوب ایسا یه راستی آخرین اسلایدونه جزو من آخرین اسلاید من بی ور بتوان یک جنبندی بکنم چون که زمان فرگیش نمانه بعدش ناتم شکل دان بکنم حالا بگردی من یه جنبندی کلی بکنم اولا خب این جلسه در مورد منشأ انسان آفریقا صحبت کردیم من بعد وقتم که در کره زمین 8 میلیارد انسان در حال حاضر زندگی کردن که انسانی بسیار متنوع دارای رنگ و فرم و قیافه مختلفی ولی تمامی آن و انسان هوشمندی من ناسیمن بعد مطالعات انسان شناسی و زیست شناسی مبتنی بر نظریه و به اصطلاح قوانینی که چارلز داروین مطرح کرد یکی به اسم انطباق طبیعی بی یکی به اسم انتخاب طبیعی بی که واقعا بود بشید چراغ ری تمام انسان شناسی و حیوان شناسی بی که بتونیم من بفهمیم که چه اتفاقی لبن کره زمین کفتی ها بله ایما صفتیل من ل باغ دالگمان گریمن بخشی دالگمان بخشی باغمان و هوی شکل منتقل کلینا را نسل بعد اقلیم تغییرات آب و هوایی بسیار بسیار مهمه در واقع سرمنشه تمامی اتفاقای لبان کره زمین بیاست یه مثال گل اقلیم به سلام مناطق جغرافیایی مختلف وتم افریقا وتم که چه اهمیتی دیدن و چجوری لمنطقه ریفت ولی یا دراو ریفت لشرق افریقا انسان منشأ گردیا دلیل منشأ گردنی رادن وتم بعد تنوع انسانی ل 5 میلیون سال پیش و حالا انسان ریخته ل 5 میلیون سال پیش وتم بعد جوازی انسان هومونینیل شامپانزیل و بونوبونیل توضیح دام بعد وقتم که آگر چنین نقش دیدن لبانه حجم مغز که باعث بودن که ایما یک دفعه جا من و روند و مسیر انسان بین چنین سریع طی کردیمن بعد توضیح دام که چنین زمانی که انسان شگردی کوتاه به نسبت کره زمین بعد چجوری انسان شناسی و باستان شناسی کار انجام دادن مطالعات انجام دادن در واقع با حفاری و پیدا کردن اسکلتیل و مطالعات زمین شناسی مطالعات ابزار شناسی پیوی داستانی بنا بخصوص لگشت مهمتر سنسنجی که سنسنجی مطلق و پیوشن و چنین بر اساس و سن و دست بارن در مورد ابزار قصه کردم هر نوع ابزار شاخصی چگونه انسانی ولی چه زمانی تا چه زمان شکل
و این شکل. بعد امیدواریم که در واقع هر وجه که وطن حالا ورجه برسینه پرسیارگان نو هفته بعد من در مورد یک سکم که نو اورازیا یعنی نو آسیا و اروپا ایمت چه انسانی لیدی من بیویجا در مورد ایران و خاورمیانه قسکم یه مقدار فرید در مورد قارش شنیدار قسکم که در حال اشکافت فرم مهمه گل دنیا و در مورد انسانی نانتال قسکم. بعد جلسه آخریش در مورد یک قسکم که یعنی تقریبا بود بیشی ل 20,000 سال ورجه تا برسه ده 5,000 سال ورجه شارستانی ورجه که تمدن شکل بیردن چه اتفاقی لکفتی ها و در مورد یک سکم که چجوری منطقه کردستان یا بود بیشی زاگرس شمالی لناو دنیا تا ای حد مؤثر بیا و را اولین بار ایما اهلیت حیوانی و اهلیت در واقع گیایی لیر شرک گردیه که منطبق بر کردستان شمالیا و یه خیلی رای اهمیت دیدن که را کردستانی بسیار اهمیت دیده که چنی این منطقه جغرافیایی که منهای هیمن لبان تمدن بشری تأثیر نست. بسیار خوب، بن قصه تمام بی و ایسای و پرسیار دین همه